نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما خواهیم بود با ترجمه و شرح مختصری از آیات سوره مبارکه مجادله. سوره مبارکه مجادله اولین سوره جزء 28 کلام الله مجید هست و مسماست به گفتگوی زنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم. مجادله به معنای بگو مگو هست و گفتگویی که بین زنی به نام خوله دختر ثعلبه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه اتفاق افتاد. همسر ایشون، همسر خوله دختر ثعلبه، اوس پسر صامت، اوس ابن صامت، در صحبتی که با او داشت دلخوش شده بودن از هم و ناراحت بودن و خوله همسرش رو تشبیه کرد به مادرش و گفت تو برای من به مانند پشت مادر منی. این تعبیر که تشبیه میکرد شخصی کسی رو با پشت مادرش، میگفت انت علیه که ظهر امی. این تعبیر به معنای این بود که من دیگه با تو رابطه نخواهم داشت و کنایه از طلاق بود. یعنی همون گونه‌ای که رابطه من با محارم من، با مادر من و دیگران حرام هست، از این بعد رابطه من و تو هم به پایان میرسه. و این جمله رو وقتی که اوس به زبون آورد، خوله ناراحت شد. بعد از اون هم اوس پشیمان شد و هم خوله ناراحت و نگران مانده بودن که چه کار بکنن. اوس آمد پیش خوله که منو ببخش و برگرد، اما خوله گفت به والله این کار رو نخواهم کرد تا پیش رسول الله علیه السلام برم و ایشون بین من و تو حکم بکنن. خوله قبل از اینکه به محضر رسول الله علیه السلام برسه از این کار همسرش ناراحت بود و نگران. فرزند داشت و فرزندانش بدون پدر زندگی مشکلی خواهند داشت و اگر اونها رو به پدر بسپاره بدون مادر، فراق مادر رو چگونه تحمل خواهند کرد و این مهر مادری رو کجا پیدا خواهند کرد؟ پریشان و نگران خوله به پیش الله متعال شکایت برد و سر به سجده گذاشت و دعا کرد به پیش الله متعال تا راه حلی برای مشکل او بیابد. سپس به محضر رسول الله علیه السلام حاضر شد و صحبت خودش رو آغاز کرد تا به دنبال راه حلی بگرده و الله متعال در این آیات درباره صحبت و گفتگوی این زن با رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما سخن میگوید. الله متعال سوره مبارکه مجادله رو این گونه آغاز می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله متعال به تحقیق و یقین شنید سخن آن زنی که درباره همسرش با تو بگو مگو داشت و سخن میگفت و تشتکی الی الله. و الله متعال شنوای شکایت او بود. او شکایت خودش رو پیش الله متعال عرضه کرد، به پیش الله متعال گلایه کرد، شکوه کرد، نجوا کرد با الله متعال و غم و غصه خودش رو به پیش الله متعال عرضه کرد. این آیات رو الله متعال از آسمان نازل فرمود برای رسولش تا به امتیانش بیاموزد، تا به من و تو یاد بده. هر جا در زندگی به مشکلی برخوردی جانمازت رو پهن بکن و سر به سجده بگذار و پیشانی به خاک بمال و در نجوای خودت و الله متعال رو یاد کن.
درد دل کن با الله خودت، با خالق خودت، با رازق خودت، با کسی که تو رو خلق کرده. پیش او شکایت کن. چرا شکایت رو پیش بندگان دیگر میبری؟ قبل از اینکه پیش کس دیگری شکایت بکنی، پیش رب الناس، ملک الناس، اله الناس و گله بکن و شکایت بکن. رابطه خودت رو با الله متعال محکم بکن. این درسی است برای من و شما تا یاد بگیریم در مشکلات، در سختی ها، در غم ها، در غصه ها، در دوری ها، در تهدیدها، در هر آن چیزی که قلب من و تو رو به درد میاره، در هر آن چیزی که نگرانش هستی، پیش الله متعال برو و سر به سجده بگذار و شکایت کن و شکوه بکن. الله متعال شکایت تو رو، الله متعال گلایه تو رو، الله متعال درد دل تو رو میشنوه. همون کسی که سخن این زن رو شنید و به رسولش آیات وحی فرستاد و در قرآن کریم تا قیام قیامت این حکایت رو برای من تو ذکر کرده، صدای تو رو هم خواهد شنید، صدای من رو هم خواهد شنید، صدای ما رو میشنوه وقتی مخلصانه به پیش الله متعال سر به سجده میگذاریم و اظهار عجز میکنیم و شکستگی و اعتراف به ربوبیت او و از او میخواهیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الی الله. الله متعال میشنود. اگر از همسرت گله داری، اگر از فرزندانت گله مندی، اگر از دوستان و آشنایان دلخوری که روح تو رو خراش دادند، که تو رو ناراحت کردند، که اشک از چشمان تو جاری کردند، به پیش الله متعال اشک بریز و با او درد دل کن. بیاد آور یعقوب علیه السلام رو وقتی که در گلایه از فرزندانش فرمود انما اشکو بثی و حزنی الی الله. من شکایت و گله غم و اندوه و غصه خودم رو به پیش الله متعال مطرح میکنم. یاد بگیریم تا به پیش الله متعال زاری بکنیم و گله بکنیم. والله یسمع تحاورکما. و الله متعال ای پیامبر من، ای محمد نازنین من، الله متعال گفتگوی تو و خوله رو، شما دو نفر رو میشنید. هر صحبتی که میکنی این رو باید در زندگی مد نظر داشته باشی. با هر شخصی در دنیا وقتی صحبت میکنی والله یسمع تحاورکما. الله متعال صدای تو و اون شخصی که با او صحبت میکنی، گفتگوی شما دو نفر رو میشنوه. در هر گفتگویی در زندگی خودت این رو باید حواست باشه که الله شنوای اون گفتگوی توست. مواظب باش که چی میگی، مواظب باش که سخنی به زبان میاری، مواظب باش که چی می‌نویسی با دست خودت. حواست باشه که آنچه که تو به زبان میاری و آنچه که می‌نویسی همه اینها ثبت خواهد شد. ان الله سمیع بصیر. الله متعال شنوای مطلق است، بینای مطلق است. الله متعال همه چیز رو میشنوه، همه جا و از همه کس، هر کسی با زبان خودش، هر کسی با لهجه خودش، هر کسی با ادبیات خودش، هر کسی به اندازه فهم خودش و شناخت خودش به الله متعال و الله متعال نجوا میکنه و الله متعال اینها رو میشنوه و الله متعال حال تو رو میبینه. الله تعالی نجوای تو رو میشنوه و الله تعالی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. وقتی که به نماز می ایستی تو رو میبینه و وقتی که در سجده سر به خاک میگذاری الله متعال تو رو میبینه. اشکهایی رو که در خلوت بر گونه های تو جاری است الله متعال خواهد دید و الله متعال شاهد این ماجرا است. گمان نکن که تنهایی، فکر نکن که کسی بیاد تو نیست. اللهی داری که سمیع است، اللهی داری که بصیر است. چه غم دارد آن کسی که خدایی داره که سمیع است و بصیر، میشنوه و میبینه. هر آنچه که تو بگی میشنوه، بلکه آنچه که با قلب خودت خلوت کردی، از نجوای خودت با قلب خودت هم با خبر علیم بذات الصدور و میبینی هر آنچه رو که تو انجام میدی. الله متعال با بیان این آیه به من و شما درس های فراوانی داد. از این آیه یاد بگیریم تا پیش الله متعال شکوه های خودمون و گلایه های خودمون رو ببریم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. اون کسانی که زن خود رو تشبیه میکنن به همسران خودشون رو تشبیه میکنن به مادرانشون، اونها مادرشون نیستن. ما هن امهاتهم. کسانی که یظاهرون منکم، ظهار میکنن. ظهار به فعلی گفته میشه که شخصی در اون یکی همسر خودش رو به یکی از محارم خودش تشبیه میکنه و میگه تو برای من
به مانند مادر من یا خواهر منی و کسی که به او محرم هست و این رو بهش میگن زهار، چون تشبیه میکنه به پشت اون و یا یکی از اعضای بدن اون، به هر چیز دیگری که از محارمش باشه، به این گفته میشه زهار. و این زهار در زمان جاهلیت طلاق حساب میشد، اما الله متعال برای این بگو مگویی که بین خوله و رسول الله علیه السلام اتفاق افتاد حکم فرمود. رسول الله علیه السلام فرمود من درباره آنچه از من میپرسی حکمی بر من نازل نشده و این آیات نازل شد که کسانی که میگویند تو زن من، به زن خودشون میگویند تو مثل مادر منی، اینها مادرشون نیستن. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادر اونها اون کسی است که اونها رو به دنیا آورده، در شکم خودش حمل کرده و از بدن او خارج شدن، اونها مادرشون هستن. چرا شما همسرتون رو تشبیه میکنید به مادرتون؟ بله، در کرامت، در احترام، در اخلاق، در رفتار، در این مسائل مشکلی نداره که انسان تشبیه بکنه تو خیلی شبیه مادر منی، تو مثل مادر منی، دستبختش رو، اخلاقش رو، رفتارش رو. اما در موضوع زناشویی، در موضوع رابطه زناشویی و حرمت رابطه زناشویی نباید تشبیه بکنه او رو به مادرش. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا. کسانی که این گونه سخن میگن و همسرانش رو تشبیه میکنن به مادرانشون، کلامی نامعروف و باطل میگویند و دروغ. این کلام اصل و اساسی نداره، جایگاهی نداره و اعتباری نداره. و ان الله لعفو و غفور. الله متعال بسیار بخشنده است، بسیار مهربان است. آنچه در گذشته انجام دادید میبخشد. آن اشتباهی که از شما سر زده، این اشتباه شما رو بر شما میبخشد و راه حل پیش پای شما میگذارد. خوله نگران است که اگر همسرش اوس ابن صامت از او جدا بشه، سرنوشت فرزندانش چی میشه؟ و اوس ناراحت از اینکه چرا همچین صحبتی رو به زبان آورده. چه بسیارن زن و شوهرهایی که در هنگام عصبانیت و خشم جمله‌ای به زبان میارن که بعدها پشیمان میشن. الله متعال برای اونها راه حلی گذاشت و فرمود والذین یظاهرون من نسائهم، کسانی که ظهار میکنن همسران خودشون رو، ثم یعودون لما قالوا، سپس از آنچه گفتن باز میگردن و بر میگردن و حرفشون رو عوض میکنن و درباره آنچه که گفتند سر حرف خود نایستادن، میخوان برگردن و منصرف میشن. فتحریر رقبة من قبل ان یتماس، برای اونها این مجازات گذاشته شده که اونها باید یک غلام و برده رو آزاد بکنن قبل از اینکه با همسرشون نزدیکی بکنن، قبل از اینکه با همسرشون همبستر بشن، به هر آن چیزی که جزء مقدمات همبستری است رو انجام بدن. من قبل ان یتماس، یک برده و غلامی رو باید آزاد بکنن. اگر کسی برده و غلامی پیدا نکرد، حالا در عصر و زمانی که ما و شما زندگی میکنیم برده و غلامی پیدا نمیشه، حکم اینها چیست؟ کسانی که پیدا نمیکنن، اینها در آیه بعدی برای اونها ذکر میشه ذالکم توعظون به والله بما تعملون خبیر. این حکم الله متعال است که شما رو با آن پند میدهد و الله به آنچه شما انجام میدهید بسیار آگاه است. اگر کسی برده پیدا نکرد، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماس، 2 ماه پشت سر هم 60 روز رو باید روزه بگیره قبل از اینکه همبستر بشه با همسرش و یا آنچه که جزء مقدمات همبستری است رو انجام بده. 2 ماه کامل بعد روزه بگیره. کسی که همسرش رو تشبیه میکنه در حرمت به یکی از محارم خودش و نیتش اینه که تو بر من حرام شدی، باید این کار رو انجام بده وقتی میخواد برگرد. الان در دور زمانی ما و شما غلام و برده نیست که آزاد بشه، خود به خود حکم بعدی این است باید 60 روز رو روزه بگیره. حالا اگر کسی نتونست که 60 روز رو روزه بگیره، به هر دلیلی، یا مریض است یا اینکه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و در رابطه زناشویی با همسرش 60 روز پشت سر هم تحمل کردن برایش سخته و واقعا نمیتونه این کار رو انجام بده، فمن لم یستطع، کسی که نمیتونه و استطاعت این کار رو نداره که 2 ماه روزه بگیره، فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکین رو باید غذا بده. یک وعده غذایی کامل رو برای 60 مسکین باید پرداخت بکنه تا اون کفاره‌ای باشه برای آن
کاری که انجام داده است. ذلک لتؤمنوا بالله و رسوله، این به خاطر آن است که شما با عمل به دستورات الله متعال ایمانتون رو به الله متعال و رسول ثابت بکنید، چرا که ایمان بدون عمل فایده‌ای برای شما نخواهد داشت. در هر جای قرآن کریم که نگاه بکنیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح کنار هم ذکر شده. دو بال مرغی است که پرواز میکنه. ایمان و عمل صالح دو بال مرغ رستگاری به سمت الله متعال هستند و هر دوی اینها لازم است. ذلک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله، و اینها حدود الله متعال هستند، مرزهای الهی هستند، اینها خط سرخ هستند، اینها چراغهای قرمز هستند که نباید اینها رو رد بکنید. اگر این کار رو نکردید، حدود الهی رو در نظر نگرفتید، اگر این خط سرخ ها رو رد کردید، اون موقع فرق بین توی مسلمان و غیر مسلمان چیست؟ اون موقع تویی که ادعا میکنی مسلمانی و تسلیم شده‌ای به پیش الله متعال، فرق تو و اون کسی که اینها رو رعایت نمیکنه چیست؟ اون موقع تو هم در زمره کافرین قرار میگیری اگر حدود الهی رو نادیده گرفته باشی و رعایت نکنی. وللکافرین عذاب علیم، و بدان که برای کافران عذاب بسیار دردناکی در انتظار آنهاست و خود رو از اون گروه نگردان. ان الذين يحادون الله و رسوله، همون کسانی که دشمنی میکنن و اینها کینه و عداوت دارن با الله و رسولش، با کتاب الله تعالی و با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی که چشم دیدن رونق کتاب و سنت رو ندارن، کسانی که نمیخوان در جامعه اسلام برپا باشه، کسانی که نمیخوان ببینن در جامعه التزام به دین هست، کسانی که دوست ندارن احکام اسلامی در جامعه اجرا بشه. سرنوشت اینها چیست؟ کبتو کما کبت الذین من قبلهم، اینها زار و خار خواهند شد، اینها ذلیل خواهند شد، اینها هلاک میشن و از بین میروند همان گونه‌ای که قبل از اینها از بین رفتن. الم تری کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که الله متعال با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، اون کسانی که در بلندی ها برای خودشون میرفتن و بناهای مستحکمی میساختن که التی لم یخلق مثلها فی البلاد، بناهایی که به مانند اونها در سرزمین ها و در تاریخ بشر ساخته نشده بود. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و اون قوم ثمودی که کوه ها رو میتراشیدن و در داخل شکم کوه ها خانه می ساختن. و فرعون ذی الاوتاد، و اون فرعونی که صاحب میخ ها بود و دشمنان خود رو به میخ می کشید و کسی که می گفت انا ربکم الاعلی، اون کسی که ادعای خدایی عالم رو داشت، اون کبکبه و دبدبه کجا رفت؟ کجاست؟ هامان و قارون و فرعون کجاست؟ اون گنجه های قارون و کجاست و کجاست و کجاست؟ ظالمان بزرگ تاریخ، مستکبرانی که نامی از اونها نیست و اگر نامی از اونهاست جز به بدیات نخواهد شد. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، اینها خار خواهند شد. هر کسی که بر علیه الله و رسولش صحبت میکنه، دشمنی با دین، دشمنی با قرآن و سنت، سرانجامش هلاکت است، ذلت است، خاری است، فلاکت است و بدبختی است. وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین، ما برای شما در این کتاب آیاتی واضح و آشکار رو نازل کردیم و بسیار واضح و آشکار بیان میشه و گفته میشه، اما کسانی که نمیپذیرند و کفر میکنن و پشت میکنن عذابی بسیار خار کننده خواهند داشت. وللکافرین عذاب مهین، عذابی که اونها رو خار خواهد کرد. خاری این عذاب به این خاطره که اینها در دنیا فکر میکردن که عزیزند، در دنیا فکر میکردن که اینها صاحب جا و مقام هستند، اینها در دنیا خودشون رو بالاتر از این میدیدن که سر به سجده بگذارن پیش الله متعال و سجده بکنن و عبادت بکنن. اینها خود رو بهتر میدانستن از مؤمنان، اینها تکبر داشتن، اینها غرور داشتن، اینها استکبار داشتن، اینها وقتی که راه میرفتن کسی رو آدم حساب نمیکردن. سزای عمل بد اینها از جنس خود اون عمل است، چون تکبر داشتن، چون فکر میکردن عزیزن، چون فکر میکردن بزرگن، چون فکر میکردن که اینها صاحب عزت و جاهن و همه کار هستن.
الله تعالی اونها رو خوار و ذلیل میکنه تا نشان بده که مالک آسمان ها و زمین کیست. یوم یبعثهم الله جمیعا، اون روزی که همه اینها رو از خاک بیرون خواهد کرد و مبعوث میکنه در صحرای محشر. یوم لا ظل الا ظله، اون روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه الله متعال و عرش الله متعال نخواهد بود. اون روز الله متعال اینها رو خارج میکنه. فینبئهم بما عملوا، کارنامه اعمال اونها رو پیش روی اونها باز خواهند کرد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی ذره کار خیر انجام داده باشه او رو خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره شر یره، ذره کار شر کسی کرده باشه او رو خواهد دید. اون روزی که کارنامه اعمال هر کسی برگردن او آویزان است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، برگردن او آویزان است. فیلم زندگی او از ابتدا تا انتها با تمام جزئیاتش، لا یغادر صغیرة ولا کبیره، هیچ کوچک و بزرگی از این فیلم حذف نشده است. به او گفته میشه اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، بخوان کتاب خودت رو، امروز خودت قاضی خودت باش. کافی است که امروز خودت قاضی محکمه خود باشی و خود درباره خودت قضاوت کن. فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه، الله متعال همه آنچه که اینها انجام داده اند رو حساب گرفته است. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ می نوشتند. دو ملک الله متعال پیوسته آنچه که این انجام میداد و تمام فیلم زندگی او ضبط شده. نمیتونه که انکار بکنه. چی رو میخواد انکار بکنه؟ الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، امروز بر زبانهای آنها مهر خواهد زد الله متعال و دستهای آنها و پاهای آنها به آنچه که انجام داده اند شهادت میدهند و بر علیه این شخص و بلکه پوست بدن آنها بر علیه آنها صحبت خواهند کرد. چیزی از پیش الله متعال فراموش نشده. الله متعال همه اینها رو ثبت و ضبط کرده و فراموش نکرده. همه اینها رو نزد خود نگه داشته است. احصاه الله و نسوه، هیچ چیزی فراموش نشده. خیلی چیزها رو ما در زندگی فراموش کردیم، خیلی گناهانی که انجام دادیم، خیلی چیزها رو از یاد بردیم، اما اینها در کارنامه اعمال ما ثبت و ضبطن و اینها رو الله متعال فراموش نکرده است. چیزی که میتونه این کارنامه رو پاک بکنه اشک صادقانه چشم من و توست. اگر میخوایم که کارنامه اعمال ما پاک بشه، اگر میخوایم در اون روز سخت به دچار مشکل و مصیبت نشیم، راهش اینه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله متعال همه گناهان ما رو میبخشه. بلکه فمن تاب و آمن و عمل عملا صالحا، هر کسی که توبه بکنه و ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله متعال تمام بدیهای اونها رو پاک میکنه و برمیداره این طرف میگذاره و جز نیکیها و خوبیهای اونها حساب میشه. فرصت هست برای بازگشت. میشه که این پرونده رو الان قبل از مرگ، همین الان شروع کن، همین الان جانمازت رو پهن بکن و پیش الله متعال توبه بکن و بازگرد و از الله متعال بخواد تا گناهانت رو ببخشه. احصاه الله و نسوه، الله متعال فراموش نکرد، اونها فراموش کردن، اما الله متعال همه چی رو ثبت کرده و ضبط کرده. همه ظلم هایی که شده، همه ستم هایی که شده، آه مظلوم رو، اشک یتیم رو، گریه زن بیوه رو، اون کسی که در زیر چکمه های ظالم شکنجه می شد، اون کسی که در گوشی زندان ها کشته شد و از بین رفت، الله متعال اینها رو فراموش نکرده. احصاه الله و نسوه، همه اینها یک روزی در دادگاه عدل الهی مطرح خواهد شد و حق به حقدار خواهد رسید. والله علی کل شیء شهید، الله متعال بر هر چیزی شاهد است. الله متعال همه چیز رو شاهده. هیچ نگران نباش، ناراحت نباش، فکر نکن که تنهایی. اگر به تو ظلمی شد، اگر ستمی شد، اگر حقت خورده شد، برو پیش الله متعال، شکوه بکن، شکایت بکن و گله بکن. الله متعال همه اینها رو ثبت میکنه و فراموش نمیکنه. یک روزی به حق خود خواهی رسید. با الله باش. الیس الله بکاف عبده
آیا الله برای بندهش کافی نیست؟ تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. در برنامه بعد به همراه شما خوبان و سروران ادامه خواهیم داد سوره مبارکه مجادله رو. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل